замечательный пример того, как родители могут изменить все в жизни детей. کودکان دارای معیوبیت رو به جامعه وارد میکنن، به مکتب‌های عمومی تعلیمی، به باغچه‌ها. یعنی کاری ما همین است و من بسیار خرسند هستم که کاری ما رو به نظر گرفتن. زمیره برای تربیه و پرستاری کودکان امکانیتشان محدود صاحب جایزه تاپ 50 خوش‌سلیقه دوشنبه گردید. او در برابر فرزند 20 ساله معلول خود با دیگر کودکان دارای امکانیتشان محدود دستیاری دراز می‌کند. استقبال بگیرید برنده جایزه تاپ 50 نفر خوش‌سلیقه شهر دوشنبه در سال 2016 شاعر خلقی تاجیکستان مومین قناعت. مومین قناعت. در قطار زمیره به 49 نفر دیگر در مراسم جمع‌بست آزمون تاپ 50 خوش‌سلیقه دوشنبه جایزه ها تقدیم گردید. رادیوی وطن برای ششمین بار 50 خوش‌سلیقه دوشنبه را انتخاب کرد. در پی قضاوت داوران شاعر مشهور تاجیک مومین قناعت، آوازخوان اپرا ادهم خالقوف، شهرت اشورов سابق رئیس اتحاد آهنگسازان تاجیکستان، منوچهر جلیلوف حملگر دسته استقلال دوشنبه از بهترین خوش‌سلیقه ها دانسته شدند. من فکر نمی‌کردم که در وطن خودم نام خدمت نشان داده، نام خلقی بعد رهبر بدی شده با این نام بلندترین را موفق شدم. من بسیار بسیار خرسند. چیکار کنیم 25 سال برای اروپا بخشیدیم. اکنون تمام هنر و تمام هر یک چیزی که آموختیم در صحنه بین الخلقی برای وطن آوردیم. سبحان جلیلوف از دستاندرکاران این آزمون میگوید ساکنان شهر طی 2 ماه با فرستادن پیامک ها و شهرهای خود خوش‌سلیقه های دوشنبه را معین کردند و داوران از بین 300 برنده 50 نفر اول را سزاوار جایزه دانستند. ما گفتنی نیستیم که این شهر ما مثلا امسال فقط 50 خوش‌سلیقه داشت، از این بیشتر داشت و دارد و ما با امید هستیم که عمر این جایزه ما دراز است و ما امکان می‌یابیم که برای هر نفر ساکن پایتخت تاجیکستان که در سمت خود یک سلیقه و اسلوب خاصه داشت، در سمت خود کامیاب و موفق بود، اون نفر معرفی کنیم برای نفران دیگر، همچون یک نمونه، همچون یک ایدئال شاید. تشبسکاران آزمون تاپ 50 با این باورند که ارزیابی های آنها دوام این 6 سال نشان داد که تقدیم جایزه تاپ 50 تا یک اندازه به سیما و سلیقه و طرز زندگی شایسته ساکنان دوشنبه تأثیر گذاشته است.